اینک دوستان عزیز ما دخترک‌ها رو یک تا با یک تا جمع کردیم و از پیش خود یعنی قصر تنیس گرفته با پیش حیات و کاخی نوروز رفته ایستاده ایم. همه‌شون برای چالش خواندن کتاب تیارن. آفرین. نگاه کنید چقدر قصر نوروز، کاخ نوروز زیباست. پرچم تاجیکستان پرافشان است. اوه منیژه بانو شما چقدر سلامتی یک دقیقه مینوت میمونیم. یک دقیقه کسی چند قدری که خونه تست خونه کسی چند قدری سلام دوستان عزیز، چه خیلی که ما اعلان کرده بودیم چالش نوبتی کتابخوانی با دخترکان از صنف 7 تا صنف 8 9 همه اینجا جمع شدن. ما حضور داریم در یخماس زمزم در پیش کاخ نوروز. اینا گاهی با دختران مکتب ها خواندن چالش میکنیم. کسی زودتر بخواند در یک دقیقه جای مقام اول 200 سومون، مقام دوم 150 سومون، مقام سوم 100 سومون، مقام چهارم 50 سومون و مقام پنجم 50 سومون. و بعد از این به هر یک اشتراکچیان یک موسی طبقی که نیم کیلو زیادتر وزن دارد با مزه و با لذت از طرف یخماس زمزم تحفه داده میشه. و دختران موفقیت و سربلندی تمنا دارم. از کدام مکتب؟ مکتب 8 منیژه. تو مکتب چند؟ 100. منیژه بانو از مکتب 100. منیژه بانو از مکتب 8 و یاسمین از مکتب 100 و آیشه بانو از مکتب 20 و آیشه بانو از مکتب 21. سمیرا بانو از مکتب 1. همه 20 این یک بوده از دوستان عزیز. و سمیرا بانو از مکتب 55 شهر دوشنبه ناحیه شاه منصور اشتراک میکنند دوستان عزیز. اینا شما تیارید برای خواندن؟ بله. آفرین دوستان عزیز، ما از کتاب پیشوای همدان یک ابزاس نصیب باشد خواندن شروع میکنیم. کسی یکم در یک دقیقه بسیارتر میخواند. مقام اول رو اعلان مینماییم. شما تیارید؟ آفرین. حاجی ما همجا یک صفحه 19 رو انمین ابزاس خیلی ابزاسی که به من قلای و معقول شد انمین ابزاس نصیب باشد دخترها میخونن در یک دقیقه. دوستان عزیز شروع میکنیم از سمیره از مکتب 55. ثانیه حساب کنه که ما در اینجا مرحمت انمین ابزاس. سمیره بانو کتاب رو خیلی میمونه و از انمین آره شروع میکنید تا این اینجا ورق میگردونید آخرش همینجا چند قدره که خونید. شما تیاره؟ شما تیار باشید. انا سکوندمیر 1 2 3 رفتیم. آره ما شاهدی خالن ثروت دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امالی رحمان بهری و وطنی رسیدن این میلاتی قریب به قسمی جداشوی چی جان بازی ها و چی جهد و تلاش های کردن. بزرگترین عمل خیر و ثوابترین کار دنیای صلح انداختن بین دو تن بوده است. آن را هم کلام اهل هم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تقدیم نمودند. پس صلحی که میان هزارها مقابلا توفای جانبازی های جناب عالی برقرار گردید و میلیون ها را از هوا خطور رهانید. چی اجری ثواب داشته باشد تنها خداوند متعال حاصل به آن را می‌دانند و بس پروردگار ثواب و صلح وحدت این ملکی با بندگانت مردم کشور نیز برسانه. ما را به ثواب امالی جناب عالی نیز مشرف گردانید. خیر 56 ثانیه در 56 ثانیه یک ابزاس کلان رو سمیره بانو تمام کردن. در یاد بگی 56 ثانیه
دوام بدیم یکم پرابلم نیست ما هممون خوب no problem and the way as the enemies will kazap is what taxdel همنامی سمیرا بانو دویم اشتراک میکنن سمیرا بانو از مکتب یک شما تیار سمیرا بانو مرحمت اگر امکانیت باشد بورتر یعنی که بلندتر خونید که از اوره شروع کرده آره ما شاهد حالم سرور دعوت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان بهر وحدت رسیدن این ملت غریب به قسم‌های جدا شده چی جانبازی‌ها و جهد و تلاش‌های کردند بزرگترین عمل خیر و سببترین کار دنیا صلح انداختن بین دو تن بودن است آن را هم کلام الله و هم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تحقیق نمودند پس صلح که میان هزارها مقابلان طفیل جانبازی‌ها جناب عالی برقرار گردید و میلی‌ها آن را از هفت و خطر هر رهانید چی ارچی سبب داشته باشد تنها خداوند متعال حساب به آن را می‌داند و بس پروردگار سبب صلح و وحدت این ملک را به بندگان مردم کشور نیز برسان ما را به سبب عمل جناب عالی نیز مشرف کرد آفرین سمیرا بانو در 1 دقیقه و 10 ثانیه یک ابزار پورا رو تمام کردند ولی هم ناامید نباید شد با اینجا با 3 نفر دیگر است 3 نفر دیگر رو میبینیم که اینها چه خیلی میخونن اینک ما شروع میکنیم سیوم نفری ما آیشه بانو از مکتب 21 آیشه بانو شما تیاره؟ در یادتان گیرد یک ده سمیرا بانو بلند خواهش میکنم اگر امکانیت باشد 1 2 3 آرام و شهید حالم سرور دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان بهر به وحدت رسیدن این ملت غریب و قسم‌ها جدا شدن چی جان بازی و چی جهد و تلاش‌های کردن بزرگترین عمل خیر و ثوابترین کار دنیا صلح انداختن بین دو تن بوده است آن را هم کلام الله و هم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تحقیق نمودند پس صلح که میان هزارها مقابلان طفیل جانبازی‌های جناب عالی برقرار گردید و میلیون ها را از هفت خطر رهانید چی ارچی سبب داشته باشد تنها خداوند متعال حسابی آن را می‌داند و پس پروردگار را ثواب صلح و وحدت این ملک را به برگرداندن مردم کشور نیز برسان ما را اشتراکچیان در حراسان جناب عالی نیز مشترک کرد آیشه بانو از مکتب 21 در 1 دقیقه و 44 ثانیه 40 ثانیه یک ابزار را تمام کردند اینک уже معلوم شده ایستاده است که کی چندم جای را میگیرد ولی با 2 نفر دیگر مونده است یاسمین از مکتب 100 ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه یاسمین شما تیاره؟ بله یاسمین نه یاسومان تیار؟ بله. 1 2 3 رفتیم آره ما شاهد حالیم سرور دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان بهر به وحدت رسانیدن این ملت غریب و قسم جدا شده چین جانبازی‌های چی
چی جهد و تلاش کردن. بزرگترین عمل خیر و ثوابترین کار دنیا صلح اندازه بین دو تن بوده است. کار آن را هم کلام الله هم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تاکید نمودند. پس صلحی که میان هزارهای مقابل توفیق بازی‌های جانبی عالی برقرار گردن میلیون‌ها را از خوف خطر راننده اجر ثواب داشته باشد. تنها خداوند متعال حساب آن را می‌داند و به پروردگار ثواب صلح وعدت این ملک را به بندگانت مردم این کشور نیز برسان. ما را به ثواب عمل جانبی عالی نیز مشرف گردان. آفرین یاسومن در 50 ثانیه یک ابزار را تمام کردن. دوستان عزیز و یک کسی دیگه مونده است. از اینجا جای میدونید که چندم جای یکم و دوم از معین میشود. Можно стоя читать? Стоя? О, патриотически, пожалуйста. Манижабону аз мактаби 8 охирон иштирокчии мо ҳозир хонданро шурӯъ мекунанд. Шумо тайёред Самира? 1 2 3 آره ما شاهد حالیم سرور دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان بهری به وحدت رساندن ملت قریب و خدمات جدا شده چی بازی‌ها و چی جهد و تلاش‌های دارند. بزرگترین عمل خیر و ثوابترین کار دنیا صلح انداختن بین دو تن بوده است. آن را ما کلام الله و سنت والا رسول الله صلی الله علیه و سلم تاکید نمودند. پس صلحی که بین هزاران مقابلان توفیق جنابی عالی برکنار گردید و میلیون‌ها را از خوف و خطر رهانی چی ارچی ثواب داشته باشد. تنها خداوند متعال حساب آن را می‌داند. پروردگار ثواب صلح و وحدت این ملک را به بندگان مردم کشور نیز برساند و به ثواب عمل جناب عالی نیز مشرف گردان. آفرین منیژابونو در 39 ثانیه 39 با آفرین. از این معلوم می شود دوستان عزیز منیژابونو خیلی در خواندن چالاک و چاخان بودند. دوستان عزیز از کتاب پیشوای همدان ما با مکتبخوان‌ها یک ابزاسی مبینش رو جدا کردیم خواندن. اینک دوستان عزیز مقام اولی ما رو منیژابونو از مکتبی 8 گرفتن که به در 36 ثانیه خواندن یک ابزاسی فورا رو. آفرین میگویم یک خرسک برای منیژابونو. آفرین. مقام اولی ما اعلان کرده بودیم 200 سامانی مرمت منیژابونو با شما موفقیت بهد. از شما میندار که دعوت ما رو شما رد نکردید. سلامت باشید. شما آینده ملت منیژابونو همیشه بخونید. و دوستان عزیز مقام دوم ما رو یا سومن گرفتن گفته بودیم 150 سومن. اینک 150 سومن با یا سومن با شما موفقیت و سربلندی. شما خانه شما دختران آینده ملت، شما تربیتگری نسل آینده و پیشرفتی تاجیکستان. آفرین. سلامت باشید. یک خرسک برای یا سومن. یا سمین. یک خرسک برای یا سومن. خیلی بودید گم. و مقام سومی ما رو سمیرا از مکتبی 55 گرفتن. ما گفته بودیم 100 سامان. سمیرابونو 100 سامان با شما موفقیت و سربلندی. آفرین. شما آینده ملتین. یک خرسک برای سمیرابونو. و دوستان عزیز با یک سمیرای دیگه داریم که مقام چهارم ما رو گرفتن. با مقام چهارم ما گفتیم 50 سامان تحفه میدیم. مرحمت سمیرابونو. مقصد این پول مکافات نه، مقصد اشتراک شما است که برای نسل دیگران درس باشد که خواندن همه وقت. مقام پنجمی ما آیشابونو از مکتب 21. آفرین 50 سامان دیگه با آیشابونو. با شما موفقیت. شما آینده ملت تاجیکستان. آفرین. انا کو دوستان عزیز چالش ما با انجام رسید. اینا گاجی توفایی که از یخماس زمزم گفته بودم یک طبقه دیگر یخماس با اینا توفه داده می شود و بعد مزه اش رو حتما خواهند گفت که چی خیلی مزه دارد یخماس های زمزم. انا دوستان عزیز یخماس های این دخترک های دوسریت تیار شدن. حاضر یک تیار با جای مکانی صاحبان خودشون میرسونید. یخماس 0.5 کیلو زیاد وزن دارد غیر از ترلکش. بیا جون بیا بریم. بیا این بچه
کنی به هر یک دختره که ما تل برده رسانم که باید مهنت کردن. اینا دوستان عزیز خیلی دیدید همه صاحب ماروژنی خیلی مهنت کردن و اینا باید یک بار دیگه آفرین میگویم و در کسب و کارشون موفقیت و سربلندی و بخت و سعادت به اینا آرزو دارم. با همه شما موفقیت و سربلندی. سلامت باشید دوستان عزیز. یخماسا را تمام کردن. ماروژی به شما چقدر بود؟ با مزه. دوستان عزیز با زمزم هم همچنین میnnتداری خود را بیان میکنم که چونین مراسم ها را با جوانان دستگیری کردن و با اینها یخماس یک طبق اینم هر کس دل و دوشک هم ندارد که تحفه دهد و 5 نفر یعنی که با تماشا بینای هم یخماس رسید. تشکر به یخماس زمزم. به شما موفقیت و سربلندی. کاران عزیز با دیگه بلند تاجیکستان.